رحیم پروداکشن تقدیم میکند. یک برنامه ما برنامه احساس دل با هنرپیشه جمهوری تاجیکستان مهرانگیز عبیدالله. مهرانگیز جان خوش آمدید با برنامه نوبتی ما. با شما سوال پیشنهاد کردیم. شما تیارین؟ بله. آیا راست است که با قدم قربان کلیپ ثبت کردنی؟ از همه خوراک دوست داشته ترین شما چیست؟ کدو چی کدو را نمی‌بینید؟ شما اویله دارید یا نه؟ اگر اویله دار باشید برای شما چگونه مرد پسند است؟ مرد باشد که هم محبت داشته باشد، هم دل داشته باشد، هم پول داشته باشد. یک بار نگفت که پسر کمبغل، پسر دلدار باشد و پولدار باشد. بهترین همین مادر شما مادر انیق شما باشد یا پدر باشد یک روز خانم سری ادب بود. باری هم در زندگی عاشق شده اید و از پشت عشق گریه کرده اید؟ شدم. سوال دیگر با شما چی میخورید که اینقدر زیبا هست؟ سکرت ندارد. شاید این رولتون باشد، چیپسی باشد. پیشنهاد شده است که در فیلم مهمان ناخوانده همراه علیشیر روشنوف که با نام گرگری تخلص در آن فیلم رول آفرید، شما یگان مناسبتی دیگر داشته؟ مهرانگیز این تحفه از جانب ما با شما هدیه کرده می شود. بگذار همه وقت به مثل انمی گلهای جمهوری تاجیکستان همه وقت سرسبز و خرم باشید و در خدمت خلق وطن باشید.